سلام بچه ها، به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم تو این ویدیو ربات جدید یا همون بازی جدید که به تازگی ها توی دنیا ترند شده و خیلی مشابه همستره بهتون معرفی کنیم. این بازی خیلی معتبره و میشه با اطمینان کامل وقتمون رو براش بذاریم و به یک کسب درآمد عالی برسیم. ربات ما اسمش پیکسلورز هستش که داره توی دنیا جایگزین بازی همستر میشه و تحت حمایت تلگرام و شبکه تون هستش. نکته جالبتر این که بایبیت یکی از بزرگترین صرافی های دنیا و تراست والت که یکی از خفن ترین کیف پول های دنیاست و اعتبار خیلی بالایی هم داره از اون پشتیبانی میکنه. خب قبل از معرفی بازی عضو کانال تلگرام ما بشین که لینکش رو تو قسمت دیسکریپشن پایین براتون گذاشتم و لینک بازی پیکسلورز تو کانال تلگرام ما قرار داره. با کلیک روی اون میتونین وارد ربات پیکسلورز بشین به راحتی. وارد صفحه رباتمون شدیم که با کلیک کردن اینجا میتونیم تعداد سکه هامون رو افزایش بدیم و اگه حوصله کلیک کردن نداشتیم میتونیم روی گزینه اینجا بزنیم کلیم رو بزنیم و خود ربات به صورت اتومات هر چند ثانیه یا هر چند دقیقه به تعداد سکه هامون اضافه میکنه. این از این. یک گزینه سمت چپ بالا که پروفایل ما رو مشخص میکنه گذاشته. اینجا تعداد باخت هامون، سکه هامون، تعداد برد هامون، پاداش هامون و یه اطلاعات شخصی از بازی ما بهمون میده که چه کارهایی اینجا انجام دادیم. اینجا گزینه سمت چپ بالا گزینه بالانس هستش که تعداد سکه هامون رو نشون میده و اینجا یه گزینه مثبت داره که اونو میزنیم میگه که چجوری تعداد سکه هامون رو افزایش بدیم. خود ربات اومده برای ما یه بازی مشخص کرده. اینجا بازی فایت هستش که با جنگیدن میتونیم تعداد سکه هامون رو افزایش بدیم که اینو بعداً براتون توضیح میدم. و گزینه سمت راست بالا گزینه دیلی اینکام هستش که درآمد روزانه ماست. اگه بخوایم زیاد بشه باید ربات رو افزایش لول بدیم. این از این. اینجا گزینه اینوایت هستش یعنی دعوت کردن. اگه ربات رو برای دوستامون بفرستیم، اونایی که تلگرام عادی دارن، اینوایت فرندز 2000 تا سکه به ما میرسه و اونایی که تلگرامشون پریمیوم اگه برای اونا بفرستیم 10,000 تا سکه ربات به ما میده. و اینجا گفته که به ازای هر شخصی که براشون میفرستیم 5% امتیاز به ما میرسه. مثلا برام دوستمون میفرستیم 5% از امتیازش به ما میرسه و اگه خود دوستمون به دوستاش برسه، به دوستاشونو بفرسته 1% از امتیاز اونا هم به ما میرسه بدون اینکه از امتیاز اونا کم بشه. حالا این زیاد مهم نیست که گفتم. و به راحتی میزنیم روی اینوایت فرندز، یه لینکی برای ما میاد کپیش میکنیم و میتونیم روی سند لینک بزنیم و برای دوستامون میتونیم بفرستیم. و گزینه بعدی گزینه فایت هستش که گفتم براتون آموزش میدم. کار خاصی نداره تو گزینه فایت. اینجا رباتمون یه گزینه آپگرید داره، روش میزنیم. افزایش انرژی، افزایش سرعت و افزایش قدرت هستش که ربات گفته که به ازای این کارا که بخوایم انجام بدیم شما باید 180,000 سکه به من بدین. اگه 180,000 سکه بهش بدیم این انرژی و سرعت و قدرت ربات افزایش پیدا میکنه که متاسفانه من سکه کافی ندارم فعلا. اگه داشتم میزدم و افزایش قدرت میگرفت. حالا میایم رو گزینه فایت رو میزنیم که جنگیدن هست. خود ربات به صورت رندوم یه حریف برای من مشخص میکنه از کار برای پیکسلورز و با اون میجنگم و تعداد سکه های من اگه بردم افزایش پیدا میکنه، اگه باختم کاهش پیدا میکنه. یه ربات برای ما مشخص کرده. رو قسمت هایی که دایره است رو اون قسمت ها کلیک میکنیم به صورت سریع. طرف چپ بالا جون منو داره نشون میده و طرف راست بالا جون طرف مقابل نشون میده که کدومشون داره زودتر از بین میره. من هر چقدر سریعتر کلیک کنم جون طرف مقابلم زودتر کم میشه و من میتونم ببرم. فقط حواستون باشه رو قسمت هایی که مشخص کرده تو دایره کلیک کنید. مثل این که من دارم میبرم و بله. خب اینجا من بردم و 12,000 سکه به من تعلق گرفته. این از قسمت فایتش که خیلی راحت بود. حالا قسمت تاپ هستش، کلیک میکنیم. اینجا تو قسمت تاپ بهترین و برترین بازیکنان رو میتونیم مشاهده کنیم، هم از نظر فایت کردن هم از نظر زیر مجموعه گیری. کلا رتبه برتر رو دارن اینا. اینجا تو قسمت ریواردز
یه سری تسک وجود داره که با انجام اونا مثل هر بازی دیگری تسک هست، با انجام اونا میتونیم سکه دریافت کنیم. مثلا اینجا گفته که اگر به کانال تلگرام ما بپیوندید 10,000 تا سکه انجام میدم، یا کارهای دیگه اینجا، یا به دیسکوردشون وصل بشیم 30,000 سکه دریافت میکنیم. توی خود گزینه ریوارد ما 2 تا بخش داریم. یه بخش دیلی ریوارد هستش که شما میتونین هر روز سکه بگیرین. اگه هر روز برین داخل ربات و این جایزه رو بگیرین، جز یکی از کاربرای فعالش حساب میشین. اینجا من خب 10 کار رو گرفتم امروز، حالا روز دوم، فردا میتونم 20 کار دیگه بگیرم. و یه بخش دیگه داره به اسم دیلی کامبو که حالا برای من در دسترس نیست، که برین اونجا شما 4 تا جای کارت بهتون میده و چند تا گزینه بهتون میده که شما میتونید این کارت ها رو درست بچینین و بهتون جایزه میده. اگه میخواین کارت ها رو درست در جاشون قرار بدین، ما این کارت ها رو هر روز تو کانال تلگرام میذاریم و شما میتونید عضو کانال ما بشین و از اونجا اونا رو دریافت کنین. این از اینم که اینجا سمت راست بالا زبانشه که رو همون انگلیش بمونه بهتره. و اینجا کانکت والت هستش که بهترین والتی که میتونیم استفاده کنیم. اینجا تراست والته که من اونو زدم و کانکتش کردم. برای اینکه تراست والت رو بهش کانکت کنین، ما ویدیو بعدی رو تو چنلمون میذاریم. و تا اینجای کار که دیگه همین، چیز خاصی نداشت. امیدوارم که ویدیو براتون کاربردی باشه و ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید.